الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآية. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق و علاقمندان برنامه الگوهای هدایت در هر کجایی که از دنیا قرار دارید، خدمت همه شما السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحال هستیم از اینکه الله سبحانه و تعالی برای ما و شما توفیق داد که از بهترین شخصیت چیزی بگوییم و بشنویم. حرف زدن و به زبان آوردن نام مبارک شخصیت هایی که الله سبحانه و تعالی از آنها راضی است و راضی شده، شنیدن از اوصاف و فضائل اولیای خدا چی لذتی دارد و چی اثر زیبایی دارد بر روح و روان انسان. فضیلت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در جلسه گذشته پیرامون فضیلت و اوصاف سیدنا ابوبکر صدیق مختصرا اشاره کردیم. ایمان ابوبکر صدیق، یقین ابوبکر صدیق، اخلاص ابوبکر صدیق، سبحان الله، اعتقاد پاک و راستین به باورهای دینی، برخورداری وافر از دانش شرعی سیدنا ابوبکر صدیق، اعتمادی که به خداوند تبارک و تعالی داشت سیدنا ابوبکر صدیق. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت ابو هریره رضی الله عنه میگوید یک روز رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صبح رو به مردم کردن و بعداً قصه بیان کردن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم قصه همان چوپانی که وقتی که گرگ خود را به رمزد و چوپان به تعقیب گرگ روان شد و او گوسفندی که گرگ گرفته بود، چوپان گوسفند را از گرگ گرفت. وقتی که چوپان به تعقیب گرگ روان شد و گوسفند را گرفت، گرگ گفت، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم این قصه را بیان کردند که گرگ گفت چی کسی روز سبع را در پیش دارد؟ همان روزی که چوپان جز من نیست. ارتباط به روز سبع یا سبوع اشارات محدثین دارن که بعضی گفتن روز قیامت مراد هست و بعضی گفتن که بالاخره روزهای دیگری، که قول مشهور این هست که در دوران جاهلیت روز سبع
یک روز فرحت و خوشحالی و شادی در دوران جاهلیت بود که همه مصروف شادی می شدن، حتی چوپان ها. در آن روز فقط چوپان ها مصروف شادی بودن، گرگان می آمد در رمه و گرگان چوپان می شد. وقتی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم گفتن که گرگ چنین گفت، مردم گفتن سبحان الله، گرگ سخن میگوید؟ یا رسول الله گرگ سخن میگوید؟ نکته اینجاست، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن فإنی أؤمن به و ابوبکر و عمر. اؤمنو یا اؤمنو، من این را تصدیق می کنم و ابوبکر و عمر هم تصدیق می کنن. جالب اینجاست که در این لحظه که رسول معظم اسلام این قصه را بیان کردن و این داستان گرگ و چوپان را بیان کردن، سیدنا ابوبکر صدیق و سیدنا عمر فاروق حضور نداشتن. رسول معظم اسلام میگن این را من و ابوبکر صدیق تایید میکنیم. اعتمادی که رسول معظم اسلام به سیدنا ابوبکر صدیق داشتن، یعنی گویا ابوبکر صدیق شنیده و تایید کرده. رسول معظم اسلام میفرمایند من و ابوبکر و عمر این را تایید میکنیم و باور میکنیم. چی جایگاهی سیدنا ابوبکر صدیق، چی محبت سیدنا ابوبکر صدیق در قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن. در روایت دیگر حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه میگوید روزی در خانه وضو گرفتم و با خود گفتم، ابو موسی اشعری میگوید وضو گرفتم و با خود گفتم امروز را در ملازمت و همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم به سر میبرم. میرم امروز در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو موسی اشعری میگه به مسجد رفتم و سراغ آن حضرت صلی الله علیه و سلم را گرفتم و رسول الله صلی الله علیه و سلم را در مسجد نیافتم. صراخ کردم از رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعداً گفتن که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به این طرف رفتن. به دنبال رسول الله صلی الله علیه و سلم روان شدم. ابو موسی اشعری میگوید دنبال رسول الله صلی الله علیه و سلم روان شدم تا اینکه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را دیدم. خلاصه حدیث طولانی هست. ابو موسی اشعری میگوید که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حالت قضای حاجت بودن. انتظار کشیدم تا اینکه اونها از قضای حاجت تمام شدن، رفتن به طرف وضو ساختن، سر چای آب پارچه و یا شلوار خود را بلند کشیدن و بالاخره سر چاه نشستن که این چاه به داخل یکی از باغهای همان زمان قرار داشت. میگه رفتم با عرض و ادب و احترام سلام کردم و در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفتم و تصمیم گرفتم. ابو موسی اشعری میگه تصمیم گرفتم که آن روز دربان رسول الله صلی الله علیه و سلم باشم. ابو موسی اشعری میگوید در آن لحظه شخص در زد. پرسان کردم که کی هست؟ کیستی؟ وقتی که در به صدا آمد، شخص در زد، میگه پرسیدم کیستی؟ میگه صدای خود را بلند کرد و گفت ابوبکر هستم. الله اکبر. ابوبکر صدیق هر لحظه به جستجوی رسول الله صلی الله علیه وسلم، هر لحظه به فکر رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو موسی اشعری میگوید گفتم که لحظه صبر بکن، اندک صبر بکن.
ابو موسی اشعری می آید به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم عرض می کند که یا رسول الله، ابوبکر اجازه حضور می خواهد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن اذن له و بشر بالجنه، اذن بده، اجازه بده برای ابوبکر صدیق در کنار اجازه برایش مژده و بشارت بهشت را هم بده. ابو موسی اشعری دروازه را باز می کند و مژده و بشارت بهشت را برای سیدنا ابوبکر صدیق می دهد. بعدا ابو موسی اشعری می گوید ابوبکر صدیق می آید طرف راست رسول الله صلی الله علیه و سلم، در کنار اون چاه می نشیند و مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم پارچه و یا شلوارش را بلند می زند و شروع می کند به صحبت کردن همراه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. ببینید جایگاه و عظمت و بزرگی سیدنا ابوبکر صدیق. ابو موسی اشعری میگه اجازه میخواهد، اذن حضور میخواهد. رسول معظم اسلام میگن که بر علاوه که اجازه میدهید مژده و بشارت بهشت هم با سیدنا ابوبکر صدیق بدید. ابو موسی اشعری مژده بهشت میدهد. رسول معظم اسلام به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مژده بهشت میدن. فضائل سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در حدیث دیگر که در بخاری بیان می شود که باز هم راوی حدیث ابو هریره هست رضی الله عنه، می فرماید قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن، ابو هریره می فرماید که من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که چنین می فرمودن من انفق زوجین فی شیء من الاشیاء فی سبیل الله دعی من ابواب الجنه یا عبد الله هذا خیر وللجنه ابواب فمن كان من اهل الصلاه دعی من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام دعی من باب الصيام، يعني باب الريان. قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه ما على من يدعى من تلك الابواب من ضرورة، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدعى منها كلها احد؟ فقال نعم وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر، رواه البخاری. این حدیث ببینید که فضائل و جایگاه سیدنا ابوبکر صدیق را چگونه بیان می کند. ترجمه این حدیث را و ادامه برنامه را بعد از یک میان برنامه گفته می شود. ان شاء الله با ما باشید. مثال حق، منبر توحید و حقیقت.
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید. آنگاه در میابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سخن از سیدنا ابوبکر صدیق هست و فضائل سیدنا ابوبکر صدیق. در حدیثی که قبل از میان برنامه اشاره کردیم و روایت شد، ابو هریره روایت می کند که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم کسی که نفقه کند در راه الله سبحانه و تعالی دو چیز من الاشیاء، از اشیاء، هر چی که باشد، بعداً خوانده می شود از دروازه های بهشت و گفته می شود که ای بنده خدا این خیر است، این دروازه است که تو در آن راه روان شدی. و بعداً پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که دروازه های بهشت یکی باب الصلات هست، یکی باب الصیام هست، یکی باب الصدقه هست. هر کس که توجه خاصی به نماز داشته باشد از باب نماز داخل میشه، توجه خاصی به روزه داشته باشد از روزه داخل میشه، توجه خاصی به صدقه داشته باشد از باب صدقه داخل میشه. بعد از این که رسول معظم اسلام اینها را بیان کردن، سیدنا ابوبکر صدیق فرمودند که هل یدعا منها کلها احد؟ آیا کسی هست که همه دروازه ها او را صدا بکنه و صدا بزنه که بیا وارد من شو؟ خیلی مهمه، سبحان الله، خیلی مهمه. آیا کسی هست که همه دروازه ها بر او صدا کند که بیا این افتخار را نصیب من کن و از من وارد بهشت شو؟ رسول معظم اسلام فرمودن نعم، بله کسی هست. صحابه همه توجه کردند که کی خواهد بود و این مقام و این منزلت و این جایگاه برای کی خواهد بود. بعدم رسول معظم اسلام فرمودن و ارجو ان تکون منهم یا ابابکر، من امیدوارم که این خاصه تو باشد ای ابوبکر. همه دروازه ها به تو صدا میزند که بیا این افتخار را نصیب من کن و از این دروازه وارد شو. همه دروازه ها این جایگاه و این عظمت و این بزرگی را الله سبحانه و تعالی به سیدنا ابوبکر صدیق داده است. دعا و زاری سیدنا ابوبکر صدیق، چگونه دعا می کردن، چگونه زاری داشتن، چگونه تضرع داشتن. دعا از بزرگترین و قویترین عوامل پیروزی بر دشمن هست. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیوند و رابطه خاص و خوبی با الله سبحانه و تعالی داشتن و با کثرت دست به دعا و پیشگاه الهی دراز می کردن و دعا می نمودن. الله سبحانه و تعالی می فرماید وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه و تعالی می فرماید و اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی. الله سبحانه و تعالی می فرماید فاذكروني اذكركم.
الله سبحانه و تعالی میگوید مرا یاد کنید من شما را یاد میکنم. بناء سیدنا ابوبکر صدیق همواره با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، در عرصه های مختلف، در غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم میدیدن که چگونه دعا میکردن و طریقه دعا را سیدنا ابوبکر صدیق از آقای خود و سردار خود و مولای خود جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آموخته بودند. در صحیحین می آورد که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که سیدنا ابوبکر صدیق به رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم گفتن یا رسول الله به من دعایی یاد بدهید که در نمازم بخوانم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن بگو ای ابوبکر بگو این دعا را در نماز بخوان. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. این دعا را بخوان و پیشگاه الله عجز و عاجزی و تواضع و تضرع را پیش کن. بگو ای الله من ظلم کردم بر نفس خود، ظلم بسیاری، گناهی مرا هیچ کس نمی آمرزد جز تو، پس بیامرز گناهان مرا. گو مغفرتی که از طرف توست و رحم کن به حال من، همان تو آمرزنده و مهربانی. در روایت دیگر آمده است که سیدنا ابوبکر صدیق به رسول معظم اسلام فرمودن یا رسول الله دعای برای من یاد بدهید که من صبح و شام بخوانم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن که ای ابوبکر بگو اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده رب كل شيء وملكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. سبحان الله. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم درخواست میکنن رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعاها را تعلیم میدن. این دعاها دعایی است که سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چون در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت شده بودن، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم شبان روز 70 مرتبه به طرف خدا رجوع میکنن و توبه و استغفار میکنن. این عظمت و جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم را نشان میدهد. رسول نازنینی که الله سبحانه و تعالی گناهان ما قبل و ما بعدشان را الله بخشیده بود، باز هم در روایت 70 مرتبه، روایت 100 مرتبه روزانه به پیشگاه الله سبحانه و تعالی استغفار میکردن. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لن يدخل الجنه احد بعمله، هیچ کس از روی عمل وارد بهشت نمی شود. صحابه عرض کردن یا رسول الله شما هم؟ فرمودن بله من هم. پس چگونه یا رسول الله به بهشت داخل می شویم؟ رسول معظم اسلام فرمودن هر کس که به بهشت داخل شود به فضل پروردگار عالم داخل می شود، نه به عمل. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم که وارد بهشت شوند به فضل الله سبحانه و تعالی وارد بهشت می شوند. پس داخل شدن به بهشت فضل الله سبحانه و تعالی است. به این است که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم همیشه دعا می کردن، استغفار می کردن و به پیشگاه الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم عجز و عاجزی و تواضع و فروتنی را پیش می کردن.
همیشه میگفتن ای الله من ضعیفم، ای الله من ناتوانم، ای الله تو قادری و قدرت داری. ابوبکر صدیق دعا را از رسول الله صلی الله علیه و سلم آموخته بودند که دعا میکردن اللهم اینی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. و پیشگاه الله ابوبکر صدیق عجز و عاجزی و تواضع و فروتنی را پیش میکردند. سیدنا ابوبکر صدیق همواره در یاد خدا بودند، همواره تضرع داشتن و پیشگاه الله سبحانه و تعالی. دعاهایی که از سیدنا ابوبکر صدیق روایت شده، به طور نمونه من یک دعا را اشاره می کنم. سیدنا ابوبکر صدیق دعاهای زیادی داشتن و دعا می کردن و از او جمله این بود که می گفتن اللهم اجعل خیر عمری، اللهم اجعل خیر عمری آخره و خیر عملی خواتمه و خیر ایامی یوم القاک. الله اکبر. سیدنا ابوبکر صدیق می گفتن ای الله بگردان بهترین، اجعل خیر عمری آخره، ای الله آخرین عمر مرا به خیر و به خوبی خاتمه بدی، و خیر و عملی خواتمه، بهترین عمل را در لحظاتی که من از دنیا می روم او عمل را نصیب من بگردان و خاتمه ما را، ابوبکر صدیق میگن، به خوبی و زیبایی بگردان، و خیر ایامی، بهترین روز مرا آن روزی بگردان که من با تو ملاقات میکنم. بهترین عمر آخرش را خوب بگردان، بهترین عمل که خاتمش خوب باشه، این بهترین عمل و بهترین روز. ابوبکر صدیق میگن روزی که با تو ملاقات میکنم. الله اکبر. دعای سیدنا ابوبکر صدیق قبول شد. الله سبحانه و تعالی دعایش را قبول کرد. سبحان الله. بهترین و شایسته ترین و بزرگترین جایزه برای انسان اینه که الله سبحانه و تعالی از انسان راضی باشد. و چندین جای قرآن الله سبحانه و تعالی از سابقین الاولین و از اصحاب پیامبر اظهار رضایت می کند که سیدنا ابوبکر صدیق از جمله سابقین الاولین، سیدنا ابوبکر صدیق از جمله اشخاصی که زیر درخت بیعت الرضوان، سیدنا ابوبکر صدیق از اشخاصی که الله سبحانه و تعالی به شأن اونها گفته رضی الله عنهم و رضوا عنه. پس ما هم دعا می کنیم اللهم اجعل خیر عمری آخره و خیر عملی خواتمه و خیر ایامی یوم القاک. این بود عزیزان من به طور خلاصه و فشرده دعا و نیایش سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ان شاء الله به برنامه بعدی ارتباط به وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ماجرای سقیفه بنی ساعده ان شاء الله به توفیق الله سبحانه و تعالی و به اذن الله اگر عمر باقی بود موضوعات ارتباط به این راستا خواهیم داشت. تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. الله سبحانه و تعالی ما را پیرو واقعی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، پیرو اصحاب پیامبر و پیرو واقعی اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بگرداند. تا برنامه بعدی خداوند حافظ و نگهدار شما، موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
الله